تمرین ریز ضربه‌های منظم و مساویه که به صورت پشت سر هم توسط انگشتای دو تا دست باز روی پوست اجرا بشه. یه میانه که یاد گرفتیم این میانه بود. میانه جدیدی که یاد میگیریم این هست. حواسمون باشه دقت کنیم که از مچ انگشتا رو داریم میزنیم روی پوست هم صدایی باید بده. از انگشت کمک نگیریم برای هیچ کدوم از ضربه‌ها. از مچ یه حالتی به دست باید بدیم، اضافه‌ای با دست روی دست باید ایجاد کنیم که از انگشت کوچیکه به ترتیب 4 3 2 1 روی پوست فرود بیاد. پس انگشت رو این کارو نکنیم، انگشت رو خودمون تکون ندیم، از مچمون باید نیرو بگیره. یه دونه این میانه میخوره، یه دونه دست چپ، راست چپ راست چپ راست چپ. اولش با همین سرعت سعی کنیم بزنیم، سرعتش رو نگه داریم تا خیلی صدای حلقه ها توی ریز شنیده نشه. بعد تندتر ضربه ضربه سرعت رو میبریم بالا. به این حرکت میگن ریز. توی تمرین 111 میشه 1 2 3 و 4 سکوت. میزان بعدی 4 شماره ریز میزنیم اگر که به صورت نوت چنگ بشماریم، یعنی سیاه 2 برابر چنگ 1 2 سکوت سیاه 2 برابر چنگ 3 و 4 سکوت. توی میزان بعدی سفید 4 برابر چنگ 4 شماره ریز. 1 2 3 معذرت میخوام 1 2 3 4 شماره ریز. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. تمرین بعدی تمرین شماره 112 1 2 دو شماره هم ریز. میتونیم این تمرین رو به صورت سیاه بشماریم، یعنی 1 که توممون باشه، سفیدمون شماره 2 و 3 1 2 3 1 2 3 1 شماره 113 ریزا جدا میشه. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. تمرین شماره 114 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. تمرین شماره 115 1 2 3 1 2 3 اون ریز بک اون ریز بک 1 2 3 1 2 3. تمرین شماره 116 تو شماره 1 2 تا نوت میزنیم تون بک. شماره 2 و 3 مونم ریز. شماره بعدی میزان بعدیمون 1 2 تا ضربه بک چپ. شماره 2 و 3 مونم ریز. پس شد 1 2 3